اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم عزیزان، امروز ما در برنامه نوبتی پخش مستقیمی مرکز اسلامی قرار داریم. موضوع صحبت ما امروز درباره اسراء و معراج محمد پیغمبر صلی الله علیه و سلم می باشد که شما می توانید عزیزان شنوندگان محترم آزادانه هر چیزی که درباره اسراء و معراج می خواهید معلومات حاصل کنید می توانید آزادانه سوالاتون بدهید. من به قدر وسع طاقتی که دارم، به قدر دانش ناکفایه‌ای که دارم با شما آماده هستم سوالهای شما را پاسخ بگویم. پیش از شروع کردن در این موضوع میخواهم کوتاهک معلومات بدهم درباره که امروز ما محتوای صحبت ما درباره اسراء و معراج پیغمبر است. معراج چی معنا داره؟ اسراء چی معنا داره؟ و حکمت اینها از چه عبارت است؟ کی به وقوع پیوست؟ میخواهم کوتاهک معلومات دهم. سال دهم رسالت بعثت پیغمبر صلی الله علیه و سلم که سال عام الحزن پیغمبر صلی الله علیه و سلم یعنی سال غمگینی حساب کردن، زیرا در اون سال دهم بعثت پیغمبر صلی الله علیه و سلم اماکیش ابو طالب که پیغمبر صلی الله علیه و سلم 30 سال با دوستای پیغمبر خطی دوستی میکرد، دشمنای پیغمبر خطی دشمنی میکرد، دفاع میکرد. او کس ای عالم گذشت و بعد او حضرت خدیجه مادرمان جفت مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از عالم گذشت. برای همون پیغمبر صلی الله علیه و سلم سال غمگینی اعلان نموده بود. بعدی که از این دو پایه اصلی که برای حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفاع میکردن، وقتی که از اینا جدا شد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم با امیدی که شاید یاردم از دیگر قبیل ها شود گفته به طرف طائف سفر کردند. در اونجا با امیدی که شاید اینها پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعوتش قبول کنند تا اینکه به سبب اونها در اسلام قوت شود گفته، با امیدی همون اسلام آوردن اونها رفت کلانهاشون جمع کرد، در اونجا صحبت کردند، دعوت کردند. لکن متاسفانه اونها پیغمبر صلی الله علیه و سلم همچنانی که اماکای خودشون بودند قبول نکردند، بلکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم تحقیر کردند. کودک ها را بی عقل ها را او را فرمودند اینها را به سنگ بزنید. گفته پیغمبر صلی الله علیه و سلم به سنگ زدند و از اونجا بیرون کردند. خون مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اونجا چکید. خیلی خلاصه بعدی که از اونجا که آمدن، خداوند جل و علا که حبیب خودش را بعد دعوت حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد 10 سال یا که 11-12 سال به مهمانی خودش حبیب شد، با اولا به بیت المقدس، بعد به آسمان دنیا تا بالا ای عرشان بالا چندی که خداوند جل و علا خواست دوستی خود به حبیب شد برای مهمانیش بود. این مقام و منزلت خداوند جل و علا و دیگر پیغمبرانی که پیش حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودند این مقام منزلت با او دادگی نیست. اسراء اصلا معناش سیر شبانه را میگن. سیر شبانه را اسراء میگن. خداوند جل و علا خود در سوره اسراء آیه 1 میفرماید استعیذ بالله سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. انا سوره اسراء آیه 1 ده خداوند جل و علا میفرماید که پاک است آن خدایی که بنده خود را شب از مسجد الحرام به سوی مسجد الاقصی یعنی به سوی مسجد المقدس برد تا گرداگرد او برکت نهادیم و بعضی نشانه های خود را با او نشان بدهیم. و درست این که خداوند جل و علا شنوا و بیناست گفته
در قرآن خبر می‌دهد. حضرت امام اعظم رحمت الله علیه خبر معراج را، معبار حضرت پیغمبر را میگوید حق است، پس کسی که آن را رد کند و انکار کند مبتدی و گمراه می شود. و شبانه پیغمبر را صلی الله علیه و سلم خداوند جل و علا در بیداریش اولا به بیت المقدس، بعد از آن به آسمان ها و آنجا که خداوند جل و علا خواسته بود حضرت جبرئیل همراه خود بردند. امام طحاوی رحمت الله علیه هم نیز در کتاب متن عقیده طحاویه می‌گوید که معراج پیغمبر صلی الله علیه و سلم حق است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در بیداریش از مکه مکرمه به مسجد الاقصی شبانه با روح و جسد سیر کرد و از آنجا با آسمان ها برده شد. سپس به مقام والایی که خداوند برایش خواسته بود برده شد که خداوند جل و علا خود در سوره النجم آیه 10 می‌فرماید استعیذ بالله فاوحى الی عبده ما اوحى، پس به سوی بنده خود پیغام فرستاد آنچه را که رسانیده. اسراء و نص قرآن و احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم ثابت شده است. پس ایمان آوردن و بردن خداوند جل و علا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم شب در بیداریش از مکه مکرمه به مسجد الاقصی واجب است. اما معراج پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث های مشهور که از حضرت امام بخاری و امام مسلم رحمت الله علیهما روایت شده است اومده است. در قرآن نیست با آیات ها اشارت های آیات ها قطعی ثابت شده است که آیه 13 14 سوره و آیه 15 سوره النجم در خداوند جل و علا میگوید استعیذ بالله ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. و به تحقیق دیده بود این فرشته را یک بار دیگر نزد سدرة المنتهى، نزد آن است بهشت آرامگاه، یعنی جنت المأوى میگویند. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در عمرشان یک بار پیغمبر صلی الله علیه و سلم اولین آیات های قرآنی که نازل شد که در غار حرا از عقیده ناپاک و عقیده افلاس قوم خودش که بسیار آزرده شده بودند، دلتنگ شده بودند، بعضی وقتها چند روزه توشش گرفته در غار حرا که امروز جبل نور میگویند در عربستان سعودی، در اونجا میرفت برای همونجا عبادت میکرد و دینهای باباییش. در همونجا بود که ناگهان در 40 سالگیش پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم را جبرئیل امین از جانب خداوند وحی آورد که 5 آیه قرآنی در همونجا نازل شده بود که گفت استعیذ بالله اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم صدق الله العظیم. همین 5 آیه قرآنی در همون غار حرا بودن نازل شد. یکم بار در همونجا حضرت جبرئیل را به صورت اصلیش دید. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مدت 23 سال حضرت جبرئیل را در صورت اصلیش 2 بار دید. یکی در همون غار حرا، دوم بار همین شب معراج در به صورت اصلیش دید. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم حکایت میکنند که حضرت جبرئیل میگه وقتی که فرود آمد آسمان و عالم را میگه فرو گرفتگی بود که عالم تاریک شد، 600 قنات داشت. میگه حضرت جبرئیل همین خیلی چیکار میکند؟ وصف میکند پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. حضرت علامه تفتزانی هم در این مورد چنین می‌نگارد که اسراء و معراج تا بیت المقدس قطعی به نص قرآنی ثابت شده است و از آنجا و آسمان و حدیث های مشهور و از آسمان دنیا تا جنت تا عرش تا بالای عرش و حدیث های آحاد ثابت شده است که در کتاب شرح عقاید نصفی در صفحه 104 و 105 این رویداد را آورده است که حضرت انس رضی الله تعالی عنه و حضرت انس ابن مالک و حضرت مالک ابن صعصعه رضی الله تعالی عنهما روایت میکنند از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به اینها حکایت کرد که من در حتیم بودم. یک روز شب
که دیر شدگی بود، مابین خواب و مابین بیدار بودم. ناگاه برادرم حضرت جبرئیل آمد و مرا شکم چاک کرد. از همون کنده سینه تا زیر ناف دل منو برآورد و در یک تشتی تیلاگی بود و آب زمزم شش اونجا را در اونجا محکم کرد. بعد و مرا از مسجد الحرام به سوی بیت المقدس برد. گفته حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت میکند که یک براق، یک چهارپا را آورد که او براق میگه از خچیر میده‌تر و بالاتر کلانتر و میده‌تر از خر کلانتر بود، بالاتر بود. همین چهارپای تیزگرد بود که کجایی که چشمش میدید وقتی پاشم میبرداشت در همون جای چشمش میدیدگی خلاصه میموند. خلاصه ای کنایه از سرعتی تیز سیر کردنش که اونجا رو بردن در همون یک حلقه که در همونجا همون براق بستن. بعد خداوند جل و علا برای مهمانی حبیبش تمام پیغمبران رو در اون مسجد المقدس حاضر کردگی بود و بعضی روایت ها هست که 124,000 در دنیا 313 تا پیغمبر رسول همه اونها را خداوند جل و علا اونجا حاضر کرد بود. پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای آنها 2 رکعت نماز گزاریدن در همون بیت المقدس. بعد دی چند لحظه خداوند جل و علا حضرت با همراه حضرت جبرئیل پیغمبر صلی الله علیه و سلم را با آسمان برد. ولی انا یکی در ظاهر هم خیلی می‌نماید که گویا که این آسمان ها نگهبان نداشته باشه. این غلطه. هر آسمان خداوند جل و علا نگهبان داره، قراول داره که از حدیث های سخنهای حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم برمی آید. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه وقتی که ما با آسمان دنیا رفتیم، وقتی که میرا میگه او درش زد، او در زبانش گفت تو کیستی؟ گفت من حضرت جبرئیلم. گفت با همراه کیست؟ گفت محمد پیغمبر آخر زمان صلی الله علیه و سلم است. بعد او گفت که آیا او پیغمبر شده است؟ حضرت جبرئیل گفت آره. بعد اونجا میگه ناگاه حضرت آدم علیه السلام میگه بودک حضرت آدم علیه السلام مرحبا گفته سلام کرد و گفت فرزند صالح آمدی، خوش آمدی گفته و استقبال گرفت. بعد میگه از نزد حضرت آدم علیه السلام با آسمان دیوم میگه برو اومدیم. در آسمان دیوم با همون خیلی سوال و جوابی که یکم آسمان ده بود همون سوال و جواب با تکرار شد. بعد با حضرت جبرئیل علیه السلام همون جواب ها را گفت. ناگاه میگه اونجا حضرت عیسی علیه السلام با همراه حضرت یحیی که اینها پسر خاله بودن در اونجا دیدن و هم مرحبا گفته حضرت پیغمبر پیشواز گرفتن. بعد از اونجا رفتن با بالا برآمدن با آسمان سیم. در آسمان سیم حضرت یوسف علیه السلام دید که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم حکایت میکند حسن و زیبایی را خداوند جل و علا با حضرت یوسف دادگی بود که نیمی تمامی همون عالم هم که زیباییش به حضرت یوسف علیه السلام داده شده بود. حضرت عایشه مادرمون میگه که بسیار میگه رشک آمد، گفت که جفت مبارک من حضرت محمد علیه السلام ای یوسف تا زیباتر ای گفته. هم خیلی قول حضرت عایشه مادرمون هم هست. خلاصه بعد با آسمان چهارم رو اومدن. آسمان چهارم در حضرت ادریس علیه السلام دیدن. او کسقتی پیشواز گرفت. حضرت یوسف هم مرحبا گفته قبول کرد. بعد از اونجا با آسمان پنجم برآمد. در آسمان پنجم حضرت هارون علیه السلام قدیوا خورد. حضرت هارون هم با همون مرحبا گفته پیشواز گرفتن. بعد با آسمان ششم رفتن. در آسمان ششم حضرت موسی علیه السلام دید. حضرت موسی علیه السلام پیغمبر خدا میگه که دید بسیار گریان شد، بسیار گریه کرد. گفت این جوانی که همین خیلی جوانی هست که خداوند جل و علا امتهای ایران بیشتر ای امتی من در جنت جای میتیه. گفتن بسیار گریان شدن. بعد او و آسمان هفتم برده شد. در آسمان هفتم ناگاه حضرت ابراهیم علیه السلام قطیبا خوردیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که من حضرت جبرئیل پرسیدم که کیست؟ گفت این پدرت حضرت
ابراهیم خلیل الله است. گفته در اونجا وا خوردیم، در اونجا نزدیک کودک ها یعنی بازی میکردن تا کودک هایی که به سن بلاغت نرسیده از این عالم گذشته بودن در اونجا بودن نزد حضرت ابراهیم علیه السلام. خلاصه در اونجا پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که اندک بعد اونجا میگه کی را دیدیم؟ انا در اونجا حضرتی در اونجا بعد او با حضرتی درختی سدرت المنتها را دیدم. سدرت المنتها نام درختی که اخیر همین امور دنیوی تا اونجا اخیر میشوند و امور آسمانی اونجا میآیند. در اون سدرت المنتها، در نزد سدرت المنتها جنت المأوا یعنی که بهشت آرامگاه بود. سدره یک درختی میگه پیغمبر خدا وصف کردن که میوه‌هاش رنگی میگه کوزه بودن. میوه‌هاش میگه رنگی کوزه بودن، میگه برگاش رنگی چی گوشای میگه فیل کلام بودن. انا در اونجا بعد خداوند جل و علا که با همراه حضرت جبرئیل میگه من گم کردم، ناگاه حضرت جبرئیل میگه بینشان شد و گفتم ای برادرم جبرئیل تو کجا رفتی؟ حضرت جبرئیل گفت که دیگر این مقام اوست برای من اجازت نیست که من برم. خلاصه خداوند جل و علا چندی که خواست پیغمبر صلی الله علیه و سلم را از اونجا بالا چندی که خواست با برد. در اونجا پیغمبر صلی الله علیه و سلم را خداوند جل و علا 50 نماز آیت 50 نماز را فرض گردانید. به واسطه جبرئیل مستقیما 50 وقت نماز برای حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و امتش فرض گردانید. حضرت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه وقتی که من بازگشتم، میگه سیری بازگشتم همون خیلی نزد حضرت موسی علیه السلام میگذشتم. حضرت موسی علیه السلام گفت چیکار کرد پروردگارت؟ بعد من گفتم که پروردگارم به من و امتم 50 وقت نماز رو فرض گردانده است. بعد حضرت موسی علیه السلام گفت که ارجع، یعنی بگرد اینجا، برو نزد خداوند با دعا که التجا کن کم کنه این نمازها را، برای که من در تجربه گذراندگیم امتی هم طاقت نمیکند که این 50 وقت نماز بخونه. خلاصه بعد با گشتم نزد خداوند جل و علا با التجا کردم، برای امت دعا کردم که تا اینکه سبک شود. خلاصه بعد 5 وقت نمازها کم کرده شد. میرفتم می اومدم، با می اومدم چند بار پیگی حضرت موسی علیه السلام گرداندن. خلاصه 5 وقت ماندن. باز گفتم هم میخواد باز حضرت موسی با بگرد با دعا کن تا اینکه کم کند خداوند جل و علا این 5 وقت نماز که امتش طاقت نمیکند. لیکن دیگر من گفتم شرم میدارم که دیگر باز بگردم با دعا کنم. جانب خداوند جل و علا الهام شد گفت این 5 وقت نماز برای تو و برای امت تو آینده ده، هر امتی تو که خالصا مخلصا همه یک شبانه روز 5 وقت نماز ادا میکند و منزله 50 وقت نماز ادا کردگی ثواب میگیره. گفته در همونجا میگن نماز یکم وقت در همونجا فرضی. بعضی خبرها آمده است که آیه 285 و 286 سوره بقره یعنی آخرش که آمن الرسول همونجا تا آخرش در همون شب خداوند جل و علا پیغمبر صلی الله علیه و سلم الهام کرد. بعد بشارت و خبری مژده داد که کدام انسان هایی که از امت های تو شرک به خدا نمیارن او را جنت داخل میکنن. انا سیم همین 5 وقت نماز برای حضرت پیغمبر و امتش فرض شد. وقتی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم آمدن این واقعه همش در یک شب شده و همین واقعه ها که هم اسراء هم معراج پیغمبر صلی الله علیه و سلم در یک وقت شده. برای همون انسان هایی که از معنوی دورن از این مثل خبرها بیخبرن شما میکنن قبول ندارن. گوش میکنم برادر عزیز. سلام علیکم. علیکم السلام. سرین درباره سخن برای معراج در شب معراج پیامبر صلی الله علیه و سلم با کدام پیامبران دعا خورده بود؟ بارک الله. برادر عزیز
این سوال‌هایی که شما دادید و الان گفته گذاشتیم، شاید شما اول هم برنامه گوش نکرده، اینها را خبر نیافته. این اولا به حضرت آدم علیه السلام، بعد به حضرت عیسی و یحیی، بعد به حضرت ادریس علیه السلام، بعد به حضرت هارون، و به حضرت موسی و حضرت ابراهیم علیه السلام و خوردن گفته پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم صراحتا این حدیث را امام بخاری و امام مسلم که حضرت انس رضی الله تعالی عنه روایت میکند در صحیح بخاری آمدگیه که همه خیلی با خوردن. بعد خلاصه وقتی که شب معراج که در یک شب اسراء در یک شب با جسدش با روحش که رفته بودن، بعدی که از اونجا گشته آمدن، ابو جهل لعین برای استهزای حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم حاضر می اومد میپرسید برای تحقیر حضرت پیغمبر که امروز ای شیطان تو چی میگویی؟ گفتن وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در سحر وقتی که از اونجا که گشت اومد سحر همون ابو جهل لعین و خورد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم که سوال داد که امروز با چی ای شیطان میگویی، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که من امشب بیت المقدس رفتم. لبای الو لبای الو لبای سلام علیکم. و علیکم السلام. گوش میکنم. اکادم نازنین شکر رحمت سلامت شما. سوال داشتم اکادم. مرحمت میشنم. معراج پیامبر علیه السلام با روح بوده که با روح جسم؟ بارک الله. انشاءالله از پاسخ شما نمیگردونم. برادر عزیز سوال میکنه که معراج حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم با روح بود یا که با جسم و با روح بود؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم معراجشون و حدیث های صحیح ثابت است هم با روح هم با جسدش در بیداریش بود. اگر به شرط روح قطعی میشید یا خواب قطعی میشید، این ممکنه بسیار اینقدر سختی نمیکرد، در مقابلش اینقدر سخت ممکن نبودن. لیکن انمی انسان هایی که ای معنویات دورای ای معنویات اسلام دورای حقیقت که نمیدونن بعد باورش نمی اومدن، برای که عقل نمیگنجود، برای که از مسجد الحرام تا بیت المقدس قریب 2700 کیلومتره که ایرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی گفت حکایت کرد، این ظاهر بین ها مشرکین قبول نکردن، قبول نداشتن. وقتی که همون پیغمبر صلی الله علیه و سلم از شب معراج که اومد، همین ابو جهل لعین وقتی که سوال کرد، این سوالا که گفت که اگر بسیار که در عقلش که باوری نبود، گفت همین سخن تا اگر باشه که من مردم قریش جمع کنم آیا در نزد او حکایه میکنی؟ گفت که بله حکایه میکنم. من گفت شب تو دیر دیده بودم در حتیم بودی، تو چه خیلی اینقدر مسافه دور رفتی؟ با بیت المقدس میگوی که رفتم. بعد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت آره مردم رو جمع کن. من میگو سلاسیمه پیش حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه میگه در بعضی روایات خودش رفت که دروازه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه را تق تق کرد. او ای اول حکیم چی شد بطور چی میگوی؟ گفت که همون محمدی که تو امروز تصدیق میکنی که گفت فرستاده خدا ای، این گفت میگه که شو من دیر دیده بودم در نزد حتیم، میگه که من بیت المقدس رفتم. بعد قهقه میزد چپک میزد من که یا که دروغش قپیدیم انا که در نزد مردم شرمنده میکنیم. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خداوند جل و علا این نور این ایمان را که در او دیدگی بود که حضرت او ابو جهل دیگه شن نقل نکرد، حال آسمان رفت و ای آسمان ها هم بالا رفت گفت نگفت که بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چی گفت؟ گفت که اگر ایرا محمد علیه السلام بگه از این زیاد هم بگه که من آسمان رفتم ای آسمان ها هم بالا رفتم ای عرش رفتم ای جنت بزرگ ای او بالا رفت، من باور میکنم. انا لقب صدیقی برای حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه از همین جموندگی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی این گفتگوها را کرد، وقتی که معامله او را که شنید قریش، وقتی که بعضی قریش ها دیدگی بودن بیت المقدس برای سوال ها برای یا سیاه کافر بودن، پیغمبر صلی الله علیه و سلم تصدیق نمی‌کردند، برای همین چی گفتن؟
گفتن اگر تو بیت المقدس رفتگی باشه فلان جشت چیه فلان جشت چیه. خداوند جل و علا چیکار کرده بود؟ به اصطلاح حاضران میگن همون غیب در نزد حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم فیلش کارتش هوی کردگی بود. پیغمبر صلی الله علیه و سلم عیانا میدید، میگفت که اره این جشت این خیلی جبوره، این جشت فلان درخته، این جشت فلان چیزی گفته، یک تفصیلاتش گفتن. بعد گفتن که اگر تو همین در رفتگی باشی در بیت المقدس که یک قافله کلان قریشی‌ها طرف شام تجارت رفتگی بودن، همون قافله‌مون کدام روز میآید؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون قافله رو بازگشت دیدگی بود، گفت که فلان روز فلان چی فلان شتر در پیشش میآید. گفت همون وقتی معین همون وقتی گفتگی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در همون قافله رسیده آمد. لیکن خداوند جل و علا که نور هدایت که هدایت نکنه خلق نکنه هدایت نمیآورد. با گفتن که این مراد دروغ میگه. گفتن پیغمبر صلی الله علیه و سلم خبر اسراء و معراج را قبول نکردند. خلاصه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بعد وخوری ها حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه قتی وخوردن، حضرت ابوبکر اومد، حضرت ابوبکر یک همون واقعه های اسراء و معراج را تفصیلاتش و حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه حکایت میکرد و هر جمله که و هر بندی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم حکایت میکرد، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگفت صدقت یا رسول الله بی ابی و امی، پدر و مادر من فدای تو در حقیقت رسول خدا راست میگویی. گفته حضرت پیغمبر تصدیق میکرد. بعد حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که انک صدیق، گفت در حقیقت صدیق هستی. صدیق یعنی بسیار تصدیق کننده گفتگیش، یعنی یگام شک و شبهه در دل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه که ایمانش کامل بود، ایمانش به قوت بود، هیچی چی نمیکرد، شک نمی اومد، بلکه هر گفته حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم به جان دل قبول میکرد که در حقیقت همین کارها راست نه. یعنی خبر معراج حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اسراء، خداوند جل و علا بسیار اسرار خودش در چشم حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشان داد. امروز جنت و دوزخ خالی هیچ کس نیست و جنت و دوزخ امروز مخلوقن، الان وجود داره، لیکن جنت و نار از خالی است از همه انسان ها و طبقه ها همه. لیکن خداوند جل و علا برای چشم حبیبش، برای بزرگی حبیبش من بعد میشیدگی واقعه ها را، بعد روز قیامت میشیدگی واقعه ها را چیشه اسرارشو پیش حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم آشکار کرد و هویدا کرد که جنت در پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه 100 مقام داره، هر مقامش میگه 500 ساله راهی، هر مقامش تا کیهای در اونجا کدام مقامش تا کیها زندگی میکنن، کیها را من دیدم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یک نزد حضرت ابوبکر حکایت میکرد و حضرت بلال رضی الله تعالی عنه را گفت که یا بلال تو چیکار میکنی که من در جنت آواز نعلی تو را میشنویدم. لا برادر عزیز. السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله. دنبال عزیز خوب هستین؟ سلامت باشید. خب یک سوال داشتیم خواستیم میشنوم. حکم شخصی که معراج پیامبر مثلا که این کار میکنه آیا کافر میشود یا که نه؟ بعد یک سوال دیگه هم داشتیم. خب میشنوم. همین شب معراج در کدام شب یا کدام ماه در واقع شدگی باشه؟ در بورتون معلومات بده انشاءالله پاسختنم. برادر عزیز حال حکایه من تیار کنم بعد جواب پاسخی برادر عزیزم میگم. خلاصه خداوند جل و علا برای حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم من بعد میشیدگی واقعه ها را در جنت کیهای، جنت در کدام انسان ها پر میشوند و در دوزخ کیهای، همه اینها را نشان داد که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. از این حکایه هاش برمیآید گفت که حضرت بلال رضی الله تعالی عنه رو گفت چیکار میکنی؟ گفت من هیچ کار نمیکنم یا رسول الله، فقط همین که بعد هر یک وضو در رکعت نماز میخوانم. انا گفت که همین کار تا که ترا
در اونجاها خداوند جل و علا از ما سبقت کننده است که در جنت جای داده است. گفتن پیغمبر صلی الله علیه و سلم اشارت دادن. گروه زنها را جمع کرد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، گروه زنها را جمع کرد، گفت که ای یا معشر النساء، گفت ای گروه زنها، من گفت اکثر دوزخیان را از شما دیدم. از سخنهای حضرت پیغمبر برمی‌آید که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم دوزخ هم نشان دادند، طبقه های دوزخ، کدام طبقه دوزخ کیها هستند اونها را نشان داد. بعد پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که من اکثر دوزخیان را از شما دیدم، شما گفت یک صدقات احسان کنید تا اینکه صدقه غضب خدا را پس میکنه. گفته پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی زنها را که خطاب کرد، زنها همون خیلی احسان ها صدقات احسان کردن که حتی حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که رو حادث صدق هسته میگه دیگه یعنی که حضرت پیغمبر که از صدقه بسیاری زنها را میگه که لبای 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 علیکم السلام. مرکز کجا؟ بله. اوی دیمی چیه بکنی از یک سامون داشتیم نمر که آواز ساز نامد بدار چی گفت که نفهمیدم. لبای اوی دیمی جنگ خونه و مقصد در بابی تعلق کنم. سلامت باشید. انشاءالله بدتر جواب شما را بدتر میگیم. این صحبت ما امروز درباره اسراء و معراج پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود. خوب بود که در همین موضوع سوال میداده خوبتر میشه. خب خلاصه بعض زنها میگه همون خل صدقه احسان کردن. در دون زنها بعضی زنهای شجاع بودن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال دادن. چی گفتن؟ لبای کجا تلفن رو نفهمیدم. زنها را بعد بعضی سوال کردن که یا رسول الله و بیما یا رسول الله، یعنی چی سببه که زنها را اکثرش شما در دوزخ از ما دیدی؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چی گفتن؟ گفتن لئن کنا تکثرن اللعنه و تکفرن العشیره. گفتن شما لعنت گویا که بسو میکنید، یا جو کشیشته در آثار میکنی که لعنتی فلان، لعنتی شوی فلانی، دختری فلانی فلان لعنت میگی و بسیارتر رو کفرانی شوهراتون میکنی. هزارها خوبی از شوهراتون دیده، یک کم بودی میگو علاوه در سر از زبانی که در نکاح تو یگان خوبی ایت ندیدم. انا برای همین کفرانی نعمت خداوند جل و علا جزای شما را در دوزخ، اکثر شما را در دوزخ کرده. برای محترم عزیزان باید نعمت خداوندی را اگر خواهرای عزیز که شکرانه کنن و قناعت کنن و چیزی که از جانشون از شوهرشون به قدر وسع طاقتی که شوهرشون دارن برای خدمت میکنن، چیکار شکرانه کنن. شکر به خدا که ترا به من نصیب داد، شکر که همین چیزها را به من لایق دیدی، من شکرانه میکنم. گفته اگر در درگاه خدا شکرانه کنی صبر کنی ان شاء الله که به شهادت حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم شما از او عذاب‌ها نجات می‌یابید. برادر عزیز پیشتر سوال دادن که حکم معراج، انکار کننده معراج چیست؟ اولا من باید به برادر عزیز حکم اسراء را می‌خواهم بیان کنم که حکم اسراء، حکم کننده انکار کننده اسراء چیست؟ اسراء، خبر اسراء با آیه مختوم به با آیه یکم سوره اسراء ثابت شده است. خداوند جل و علا صراحتاً در آیه یکم سوره اسراء خودش می‌فرماید استعیذ بالله سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. خداوند جل و علا که در این آیه صراحتاً گفته است کسی بگه که خبر اسراء حق نیست او خدا را دروغ می‌گوید. کسی که اگر پیغمبر خدا را دروغ می‌گوید او چی میشه؟ کافر میشه. نیکی خبر معراج با چی ثابت شده؟ با حدیث های صحیح مشهور تا آسمان دنیا را ای آسمان دنیا اوس بالا برآمدن شد با حدیث های آحاد این هم صحیح ثابت شده. حتی با اشارت آیات های
13 14 و 15 سوره و نجم صحبت شده. لیکن کسی اینکار کنه عقیده علمای اهل سنت و جماعت همایی که او آدم مبتدع میگن، یعنی مبتدع بدعتکار میگن، یعنی کافر گفته نمیشود. میخواهم در اینجا یک مسئله مهم رو من به سمت شما برسانم که خبر معراج ما گفتیم با حدیث های مشهور و حدیث های آحاد و اشارت آیت ثابت شده. اگر به شرطی کسی که این انکار کنه اگر کافر گفته نشود، از بعضی برادرها میشنویم شما مزار نری مشرک میشه، یا که نباشه انا زیارت قبر نکنی مشرک میشه، یا کسی احترام نکنی مشرک میشه، یا رسول الله میگه مشرک میشه. روضه پاک حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم امروز که نگاه کرده بر روضه پیغمبر صلی الله علیه و سلم را نگاه کرده دعا کردنش شرک میگن. این به کدام سبب به کدام خبر توری میگفته باشد؟ متاسفانه من بسیار افسوس میخورم از این انسان هایی که به شرک نسبت میدین. اصلا شرک در لغت عرب برابر کردن مخلوق به خداوند میگن. در اصطلاح شریعت برابر کردن مخلوق به خداوند در امور خمسه، در ذات، در صفات، در اسم، در امر و در حکم. اگر باشد کسی مخلوق به خداوند در همین امورها برابر کنه بد میشه مشرک. مثلا بگه که حیات پیغمبر رنگ حیات خدا است، ذات پیغمبر رنگ ذات خدا است، واجب الوجود است، وجودش از خودش ابتدا و انتها نداره. اگر همیشه بگه، یا که بگه که حیات پیغمبر رنگ حیات خدا ابتدا و انتها نداره، محتاج به جان، محتاج به خون، محتاج به خواب، محتاج به پینک نداره، بعد میگیم که کافر شد گفته. و بگه یا که بگه که اسمهاش قدیمه، یا که بگه صفاتهاش قدیمه ابتدا و انتها نداره، کافر میشود. لیکن یک انسانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم واسطه قرار بده، بگه پروردگارا به حرمت همین حبیبت، به حرمت پیغمبر آخر زمان، به حرمت همین حبیبت که همه خیل مرغا کارهامونه اقسام تو گفته اگر باشد یا کنه هیچ خیل این شرک نمیشه. حکایت میکنن در کتاب ها که عباس منصور یکی از جمله خلیفه های عباسیه است. میگه حج رفت، بعد حج بازگشت کردن روضه پاک حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم زیارت آمد. ناگاه حضرت امام مالک خطیب خواند. حضرت امام مالک یکی از جمله اساسگذاری مذاهب اهل سنت و جماعت است. حضرت امام مالک عالم مدینه است. ای مدینه هیچ طرف گذشتگی نیست. حضرت امام مالک از جمله تبع تابعین است، یعنی که انسانی که پیغمبران را دیدگی انسان ها را دیده است، همینا تبع تابعین میگن. حضرت امام مالک محدث است، حضرت امام مالک فقیه است، حضرت امام مالک یکی از جمله اساسگذاری مذاهب اهل سنت و جماعت است. حضرت امام مالک لغات عرب و تمام اصطلاحش به درجه اعلا میداند. انا همه حضرت امام مالک پرسید که من روضه پاک حضرت پیغمبر رو زیارت رفتم، اگر به شرطی من زیارت برم او را سین روضه پاک حضرت پیغمبر نگاه کنم دعا کنم یا که سین قبله؟ حضرت امام مالک رحمت الله علیه چی گفتن صاحب قبر هذا وسیلتک و وسیلت ابو آدم، این گو وسیله تو و وسیله پدر حضرت آدم است. سین حضرت پیغمبر رفت نگاه کرده دعا کرد. گفتن حضرت امام مالک مرحمت کردن که حضرت امام مالک آیا چنین انسان‌هایی که امروز هستن و دعوا میکنن چنین اینها او عالم نبود یا که لغات عرب نمیدونست یا لغات اصطلاحات عرب نمیدونست که گفته باشه که سین روضه پیغمبر نگاه نکرد که چیه شرکه گفتن. بسیار افسوس میخورم برای انسان‌هایی که همین کارها را میگن، امروز ترغیب میکنن. این در هست حاجی محترم ما میگن زیارت میکنیم میریم در روضه پاک حضرت پیغمبر خدمتگار هست، مورد نمیمونن که سین روضه مبارک دعا کنیم، بلکه میگه که شرکه باید سین قبله نگاه کنیم. میگه کپی ترامد نیست، کپی حقیه ریالیه. اینا هزارها حاجیان که با چشم خودشون دیدن و آوردن و ما رساندن. محترم عزیزان که خبر اسراء و معراج حضرت پیغمبر از همین عبارت است. این برادر عزیزی که امروز سوال کردن انا همین است که حکم انکار کننده معراج مبتدی میشه. مبتدی برای صاحب کلمه
لا اله الا الله محمد رسول الله در مقام بسیار مقام بالا و بلند داره. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه که کسی بگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله فانه فی ذمته و ذمه رسول ولا تخفوا فی ذمته. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه کسی بگه که من گواهی میدهم غیر از الله دیگر معبودی نیست، معبود بر حق دیگر وجود ندارد و محمد علیه السلام پیغمبر او و بنده او گفته، کسی اگر شهادت بده برای این صاحب این کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله در عهد خدای عهد خدا را نشکنه گفتن، اگر در ذمه خدا باشد این را شکستن، او را نسبت به شرک دادن و کفر دادن تماما ممکن نیست که تا مادامی که کدام وقت او را کافر گفته می شود با شرطی که همین شهادتش روی بگردانه بگه غیر از خدا دیگر معبودی بر حق وجود دارد، بگه که محمد علیه السلام پیغمبر نیست، انا بس گفته می شود و این خریبه عملهای اندک او را کافر گفته نمی شود. برای هم حضرت امام اعظم رحمت الله علیهم خودشان میگن که اهل قبله را کافر نمیگیم و سبب گناه کردن از گناه ها اگرچند او گناهش کبیره باشه نسبت کفر دادن برای صاحب کلمه لا اله الا الله برای صاحبان اهل قبله تماما ممکن نیست، حرام است که او کافر شی به یک اندک کار. برای محترم عزیزان در این مسئله بسیار احتیاط کردن در کاری که باید که او را نگیریم. یک مسئله دیگر را میخواهم بیان کنم. اهل سنت و جماعت معتقدند که کسی در این جهان خداوند جل و علا را دیده نمیتواند، در دار آخرت دیدنش و آیات و احادیث حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ثابته. لبن اما در رویت پیغمبر صلی الله علیه و سلم که آیا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در شب معراج پروردگارش را دید یا ندید اختلاف صحابه وجود دارد. یکی قول صحیح بر که پیغمبر صلی الله علیه و سلم را پیغمبر صلی الله علیه و سلم در شب معراج ندید. لبن السلام علیکم. درباره معلومات نفهمیدم. درباره براق که از براق خب براق با سخن حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم خودشان بیان کردن و ما را با وسیله بیت المقدس و یک چارپای بود که نام او براق بود، یعنی که از خچیر میده‌تر کلانتر و از خر کلانتر گفته بیان کردن. لیکن بسیار تیز سیر بودن که همون چشم چندی که میدید این وقتی پاش هم میبرداشت و همون جای چشم میدیدگیش پاش هم میگذاشت، کنایه از تیز سیر کردن. اما درباره رویت پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتیم که در شب معراج دید یا ندید اختلاف صحابه های، لیکن قول صحیح اینه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در شب معراج حضرت خداوند جل و علا ندیده است. روایت از حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه است که حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه میگه که سألت رسول الله صلی الله علیه و سلم هل رأیت ربک؟ گفت من پیغمبر صلی الله علیه سوال کردم، گفتم آیا پروردگار را دیدی؟ گفت نه، بل رأیت نورا، نور را دیدم. گفته پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین خیلی مرحمت کردند. و حضرت مادرمون حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها روایت است که حضرت مسروق روایت میکنه، از حضرت مسروق روایت است که حضرت مسروق پسر عمه حضرت عایشه مادرمون و دختر خواهر حضرت پسر خواهر حضرت ابوبکر که حضرت مسروق میگه که من حضرت عایشه مادرمون سوال کردم که آیا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در شب معراج پروردگارش را دید؟ وقتی که حضرت عایشه مادرمون میگه که حسین مسروق میگه که وقتی که این سوال دادی موهای من میگه ایتنم میگه بسیار چیکت خست، میگه بسیار در چی افتادم در خشتاد افتادم. ای مسروق گفت تو آگاه باش که کسی بگه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم که در شب معراج پروردگارش دیده است این دروغ است. یعنی پیغمبر خدا در شب معراج
پروردگارش رو ندیده است. زیرا خداوند جل و علا خود در سوره انعام آیه 130 می‌فرماید لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، یعنی چشم‌ها که چشم‌ها او را در نمی‌یابند و او چشم‌ها را در می‌یابد. او مهربان و آگاه است. و یک کسی بگه که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یا که کسی بگه که من با خدا سخن گفتم، او باور نیست، او دروغ میگه. برای که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم را که در آیه سوره آیه 11 میگه که و هیچ کس، یعنی هیچ کس آدمی رو ممکن نیست که خدا با او سخن بگوید مگر به وحی یا که از پس چی پرده. و کسی بگه که من علم فردا را میدونم که فردا چی میشود، او هم دروغ میگه. برای خداوند جل و علا در سوره لقمان آیه 34 میگه که هیچ شخصی نمیدوند که فردا چیکار میکند. و هر کس با تو بگه که وحی را حضرت پیغمبر پنهان کرده است، بگو که دروغ میگه. برای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم را خداوند جل و علا فرمود که ای پیغمبر، اون چرا که از جانب پروردگارت به سوی تو فرود آورده شده است با مردم برسان. سوره مائده آیه 68 خبر میدهد. برای همون برادر عزیز حضرت عایشه مادرمان برای مسروق همین خبرها را داد و در آخر گفت که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم حضرت جبرئیل را در طول حیاتشون دو بار در صورت اصلی که او را خداوند جل و علا خبر کرده بود همه را دید گفته. حضرت علامه تفتزانی در شرح عقاید نسفی بیان میکنند. چی میگه؟ میگه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم را میگه دید، ندیده است، گفته خبر میدهد. خلاصه میخواهم و شما در دوام صحبت بیان کنم که حضرت علامه تفتزانی در شرح عقاید نسفی بیان میکند که کسی خبر اسرا را اگر به شرط انکار کند او چی میشود؟ او کافر میشود. اگر کسی معراج را اگر به شرط انکار کند او مبتدی میشود. گفتن در شرح عقاید نسفی بیان نموده است. میخواهم حکمت این دو چیز را کوتاه بیان کنم که حکمتش چیست. چی حکمتی که خداوند جل و علا رسولش حبیبش بر مهمانی خودش خواند. در این حکمت چیست؟ حکمت در اسراء و معراج یک دو واقعه بسیار بزرگ است. یک تنها یک رویداد و پیش آمد فردا و معمولی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و دیدن نشانه های بزرگ و مشاهده عینی ملکوت آسمانی و زمین مشرف شده باشد این نیست. نه فقط این است بلکه زیاده بر این مسافرت سیرهای نبوی و حکمت ها در آن داشت. آیات ها در همین باره نازل شده بیان کننده این مطلبند که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیغمبر قبلتین و امام مشرقان و مغربین و جانشین تمام پیغمبران و راهبر همه نسل های آینده است. در سفر معراج رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مکه را به قدس و مسجد الحرام را و مسجد الاقصی پیوند داد و همه پیغمبران پشت سر آن حضرت صلی الله علیه و سلم نماز گزارید و این دلیل است که رسالت اکرم صلی الله علیه و سلم عمومی و امامتش جاودانی و تعلیمات وی راهنمای تمام بشر در هر مکان و در هر زمان می باشد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. محترم عزیزان، معلومات کوتاهی که درباره اسراء و معراج پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود و دانش نکته‌ای که من داشتم به سمع شما رساندم. امیدوارم که شاید شنوندگان عزیز
از این اسرا باید شاید خبرهای رسیدگی باشند. بعضی سوال‌هایی که اگر موندگی باشند اگر باید همین مرکز اسلامی مراجعت کنیم انشاءالله به طریق چی انشاءالله با می‌خواهیم پاسخش جواب بگیم. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.